یک ملا صاحب گفته بود در سر منبر: او مردم فکرتان باشه که کسای جدید پیدا شده داد از قرآن و حدیث، شما قطعش دلیل هم گفتن نمیتونه، بسیار مهارت در قرآن و حدیث داره و دلیل گفتن نمیتونه، همین مجردی که کلمه توحید در زبان گفت قطع دانگ بزنیشه، قطع چوب قطعتان باشه، دیگر را نداره. کلمه توحید که در زبان گفت. شما باور به الله بکنه شاگرد امو مولایی را در پیش ما درس میخوان، ما گفتم تو موحد هستی؟ میگه نه 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 نه. بیچاره وقتی که از پاکستان برام خط روان کرد که مولوی صاحب بسیار سخت ما چی شده بودم، ما چرا اینطور بودم؟ چرا اینطور میگفتم؟ تو بی استازش برای ای تلقین داده بود که کلمه توحید در خود نسبت نده، خدا موحد نگو. چرا یه شعار او مردمی هستن که وا دعوت به سوی قرآن و حدیث میده. امروز همین طور است. از توحید چقدر مردم بد میبره.